برادران مسلمان، با همسرانتان رفتار نیکو داشته باشید. همسران شما کسانی هستند که الله رب العالمین از بالای 7 آسمان سفارش آنها را کرده با شما امر می کند که با آنها رفتار نیکو داشته باشید. ببینید الله رب العالمین چی می فرماید؟ استعیذ بالله و عاشروهن بالمعروف، و با زنان رفتار نیکو داشته باشید. سبحان الله، سفارش آنها را الله رب العالمین می کند، پس با آنها رفتار نیکو داشته باشید. همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیش از 1400 سال پیش سفارش آنها را کرده و شما امر می کند که با آنها رفتار نیکو داشته باشید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند استوصوا بالنساء خیرا، با زنان رفتار نیکو داشته باشید. پس ای برادر مسلمان، با همسر خود رفتار نیکو داشته باش. این نهایت بزرگواری است که مرد با همسر خود رفتار نیکو داشته باشد. نشانه مردانگی است. وقتی که با همسر خود رفتار نیکو، اخلاق نیکو نشان میدهی و بزرگواری کرده با او رفتار خوب میکنی، این نشانه نامردی و نشانه تحقیر و اهانت مرد نیست، بلکه نهایت عزت و شرف و علامت و نشانه مردانگی است. رفتار نیکو کردن با همسر اطاعت از امر خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پس ای برادر عزیز، با همسر خود رفتار نیکو داشته باش و اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.